به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا، جذاب و بسیار کاربردی شروع می‌کنیم. احساسات عمیق. وقتی اوضاع خوب نیست چگونه حالمان خوب باشد؟ نویسندگان لیز پاسلین و مالی وستافی، مترجم زهرا جوهریان‌زاده و انتشارات میلکان در سال 1404 این کتاب رو چاپ کرده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. تقدیم به خوانندگانمان که احساسات عمیقشان را با ما در میان گذاشتند. نویسندگان این جمله بسیار زیبا رو در ابتدای کتاب نوشتند: و به تو که دوست داشتنت دشوار است و فراموش کردنت ناممکن. نوشته مترجم در ابتدای کتاب بود. نزدیک بود این کتاب رو ننویسیم. ایده اولیه این کتاب در ژانویه سال 2020 به ذهنمان رسید. اولین کتابمان به نام راهنمای مدیریت احساسات در محیط‌های کاری فوریه سال 2019 منتشر شده بود. اما چند ماه بعد دیدیم که خودمان داریم در زندگی کاری و خصوصیمان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنیم. پدر شوهر لیز در جنگ 10 ساله‌اش با سرطان که مدام عود می‌کرد داشت شکست می‌خورد. سمت لیز در شرکت به تازگی تغییر کرده و کار جدیدش پر استرس بود. مالی هم به آن سوی کشور نقل مکان کرده بود و تنها فرد در تیمش بود که دورکاری می‌کرد پیش از همه‌گیری ویروس کرونا و احساس می‌کرد تک و تنها مانده است. همچنین هر دو مشکلاتی هم در وضعیت سلامتمان داشتیم. لیز آنقدر مچ درد و گردن درد داشت که می‌ترسید مجبور شود شغلش را رها کند. او مدام با رایانه سر و کار داشت. مالی هم به دردی مزمن مبتلا بود که سبب بروز افسردگی طولانی و شدیدی در او شده بود و گاهی هم باعث می‌شد فکر خودکشی به سرش بزند. با این حال افسردگی و اضطراب نباید به سراغ ما می آمدن. ما بیمه درمانی داشتیم و به تازگی کتابی پرفروش را با یکدیگر منتشر کرده بودیم و هر دو در رابطه طولانی مدت به سر می بردیم. خوش شانس بودیم. پس هر کاری از دستمان برمی آمد کردیم تا خودمان را جمع و جور کنیم. هر کدام از ما 6 سال صرف تحقیق درباره احساسات و تاثیرشان بر زندگیمان کرده بودیم و حالا تلاش می‌کردیم تا با تکیه بر آن از عهده مشکلات برآییم. اما هنوز حس می‌کردیم احساسات دارن لهمان می‌کنند. حتی گاهی به نظر می‌رسید تلاش‌هایمان نتیجه معکوس می‌دهند. اضطراب لیز در روزهای شنبه بدون گوشی و رایانه بیشتر می‌شد. در شنبه‌های بدون گوشی و رایانه فقط به ایمیل‌های مهمی فکر می‌کرد که می‌ترسید از دست داده باشد. نگران بود که وقتی بعداً به صندوق پیام‌هایش نگاه می‌کند مستأصل شود. و مالی هم وقتی جزئیات درد مزمنش را در دفتر خاطراتش می‌نوشت بیشتر احساس ناامیدی می‌کرد. می‌دانستیم تنها کسانی نیستیم که با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنیم و می‌خواستیم بفهمیم چه راهی به دیگران کمک کرده است. پس ایده نوشتن کتابی درباره چگونگی سر و کله زدن با احساسات عمیق و شدید به ذهنمان رسید. وقتی این ایده را برای اولین بار با ناشرمان مطرح کردیم کسی چندان از آن اطمینان نداشت. ویراستارمان می‌پرسید این کتاب برای چه کساییه؟ و اونها از موضوع احساسات دشوار استقبال می‌کنن؟ بعد ویروس کرونا شروع پیدا کرد و مشخص شد که تعداد زیادی از مردم با احساساتی عمیق دست و پنجه نرم می‌کنند که صرفاً نمی‌خواهند آنها را تسکین دهند، بلکه به دنبال شناختشان هستند. در جون 2020 ویراستارمان با ما تماس گرفت. ایده‌تون رو برای کتابی درباره احساسات دشوار یادتون میاد؟ خب فراموش کن که چی گفتیم. ما پایه‌ایم. همینطور که همه‌گیری بیشتر میشد به کارمان که برگزاری
کارگاه‌های آموزشی گروهی درباره احساسات در محل کار بود ادامه دادیم. اما کارگاه‌هایمان مجازی برگزار شدند. متوجه شدیم که شرکت کنندگان سوال‌های متفاوتی می‌پرسند. آنها به جای اینکه به دنبال مشاوره درباره نحوه برگزاری جلسه انفرادی خوب با مدیرانشان باشند، می‌خواستند بدانند وقتی زندگیشان به هم ریخته است باید چه کار کنند. یکی از خانم‌ها بعد از جلسه در ایمیلی به ما گفت نیمی از افراد تیمم هفته گذشته اخراج شدند. از این باقی ماندن احساس گناه می‌کنم. الان هم کار 3 نفر را انجام می‌دهم. صبح‌ها خسته از خواب بیدار می‌شوم. چه کنم تا احساس بهتری داشته باشم؟ همه از نگرانی برای خودشان و عزیزانشان داشتند غالب توهین می‌کردند. مردم درباره راه‌های مدیریت ترکیب فقدان، عصبانیت و کارزدگی سوال می‌کردند. ترکیبی آنچنان تلخ که نمی‌توانستند آن را درک کنند. آنها درباره چگونگی کنار آمدن با احساسات عمیق در زندگی روزمره خود راهنمایی می‌خواستند. به یکباره همه از احساسات دشوار در خانه و محل کارشان که حالا برای بسیاری از مردم یک مکان بود صحبت می‌کردند. بیشک در چند دهه اخیر شرم و پنهانکاری درباره احساسات دشوار کاهش یافته است. اما این باورهای منفی هنوز هم نیروی اصلی در فرهنگ مدرن هستند. نمی‌توانیم احساسات عمیق را از بین ببریم. هرچقدر تلاش کنیم آنها را کنار بگذاریم. همیشه حضور دارند. بخشی از خوب بودن این است که یاد بگیرید با رنج‌هایتان زندگی کنید. نه اینکه سعی کنید از شرشان خلاص شوید. بخش دیگر قبول آنها با صدای بلند است. زیرا سکوت اوضاعشان را بدتر می‌کند. راستش ما این کتاب را نوشتیم تا خودمان را متقاعد کنیم که خوب می‌شویم. می‌خواستیم درباره مبارزه خودمان صحبت کنیم. به امید اینکه دیگران هم این کار را انجام دهند و سپس همگی بتوانیم از یکدیگر بیاموزیم. می‌خواهیم به شما بگوییم تنها نیستید و همچنین کمکتان کنیم تا بفهمید چگونه با احساسات عمیقتان کنار بیایید. کاش گذر از احساسات ناخوشایند به آسانی خواندن فهرستی از جمله‌های تأکیدی یا برنامه‌ریزی برای پیاده‌روی با دوستان بود. اگر اینطور بود، کتاب پیش رویتان کوتاه و ساده می‌شد، اما این مسیر نابسامان‌تر و پیچیده‌تر از این است و ما گاهی حین نوشتنش به گریه می‌افتادیم. اما اشکالی ندارد. نفس عمیق بکشید. شروع می‌کنید. این کتابی است درباره احساسات عمیقی مانند تردید، مقایسه، خشم، کارزدگی، کمالگرایی، درماندگی و پشیمانی. این 7 احساس بارها و بارها در گفتگوهایمان با دیگران به میان آمدند و به خصوص در دنیای مدرن در خور توجه هستند. در این کتاب همچنین به سوگ و شرم می‌پردازیم. البته وارد جزئیاتشان نمی‌شویم، زیرا کتاب‌های خوبی هستند که موضوع اختصاصیشان پرداختن به همین موارد است. ما با مصاحبه با روانشناسان، درمانگران و فرهیختگان در زمینه چگونگی سر و کله زدن با این احساسات دشوار شروع کردیم. علاوه بر این با صدها نفر صحبت کردیم که اولین کتابمان را خوانده بودند یا ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کردند. از اینکه مردم با وجود تفاوت‌های جمعیت شناختی مانند فرهنگ و نژاد و جنسیت و گرایش جنسی همه کم و بیش پاسخی مشابه می‌دادند، تعجب کرده بودیم. آنها می‌گفتند که در دنیای امروز همیشه با احساسات دشوار روبرو هستند و در این مواقع اغلب احساس می‌کنند گیر افتادند، سرافکنده شدند و تک و تنها ماندند. هیچ وقت یاد نگرفتند که احساسات ناخوشایند را بپذیرند، چه رسد به اینکه آنها را به شکل مؤثری درک و مهار کنند. پیش از اینکه به احساسات عمیق خاصی بپردازیم، می‌خواهیم دست 3 افسانه را در این باره رو کنیم. 3 افسانه فراگیر و زیانبار. افسانه اول: احساسات عمیق منفی هستند.
از سن کم به بسیاری از ما آموختند که داشتن احساس بد خوب نیست. در بهار 2021 و در تحقیقاتمان برای این کتاب از خوانندگان دعوت کردیم تا در نظرسنجی در مورد تجربه عاطفیشان شرکت کنند. بیش از 1500 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند و 97% آنان گفتند که شنیدن به احساسات عمیق احساسات بد یا منفی میگویند. احساسات عمیق ناراحت کننده هستند و گاهی حتی ممکن است تحمل ناپذیر باشند، اما به خودی خود مثبت یا منفی نیستند. احساسات عمیقی مانند خشم و پشیمانی هنگامی که برای درکشان وقت بگذاریم می توانند به ما کمک کنند. خشم می تواند ما را تحریک کند تا از آنچه اهمیت دارد دفاع کنیم. پشیمانی نیز می تواند به ما درباره چگونگی ساختن زندگی معنادارتر بینش دهد. وقتی نحوه برقراری ارتباطمان با احساسات عمیق را تغییر می دهیم، مقداری از قدرت ویرانگرشان را از بین می بریم. نتایج تحقیقات نشان می دهند وقتی در لحظه های چالش برانگیز به احساساتی که داریم اعتراف کنیم و آنها را بپذیریم، احساس بهتری پیدا می کنیم. درست مانند آن عنوان روزنامه واشنگتن پست که می گوید احساس بد درباره احساسات بد می تواند باعث شود واقعاً احساس بدی داشته باشیم. افسانه دوم: باید آنقدر قوی باشی تا بتوانی از احساسات دشوارت خلاصی پیدا کنی. چند بار به شما گفتن به چیزهای مثبت فکر کن یا قصه نخور. روز پیمپن روزنامه‌نگار در کتابش به نام امریکای مضطرب می‌نویسد در تمرکز بیوقفه بر توسعه فردی و انکار اینکه اوضاع و احوال در خوشبختی تاثیرگذار است، رد پایی ایدئولوژیک دیده می شود. این گرایش فلسفی با توجه به ماهیت شدیداً محافظه‌کارانه حامیان مالی اصلی استادان جنبش روانشناسی اثباتی چندان تعجب‌آور نیست. تفکر درباره چیزهای متفاوت تضمین نمی‌کند که احساس متفاوتی داشته باشید. زندگی دشوار است. اگر کمی بیشتر عمر کنیم، شاهد مرگ برخی از عزیزان ما خواهیم بود. دردهای جسمی را تجربه می‌کنیم و باید شرایط بسیار چالش برانگیزی را تحمل کنیم. ممکن است در چنین مواردی از پا در بیایید. مجبور به ترک موقعیت‌های ناسالم شوید یا به دنبال کمک از متخصصان باشید. هیچ کدام از اینها اشکالی ندارد. همچنین نمیتوان بدون آگاهی از اهمیت بسیار زیاد نیروهای ساختاری درباره احساسات عمیق صحبت کرد. اگر در محیطی جنسیت زده یا نژاد پرست کار کنید، به سلامت روانتان لطمه وارد می شود. اگر رئیستان دائما از شما می خواهد کارهای بیشتری انجام دهید و نمی توانید از آن شغل استعفا دهید، به احتمال زیاد دچار فرسودگی روانی خواهید شد. دکتر جیمز کوین، روانشناس دانشگاه پنسیلوانیا، با صراحت بیشتری از این موضوع صحبت می کند. روانشناسی اثباتی عمدتاً مناسب سفیدپوست‌های ثروتمند است. و افسانه سوم: شما تنها فردی هستید که احساسات عمیق را تجربه می کنید. در نظرسنجی ما در سال 2021 از میان شرکت کنندگان 99% گفتند که در ماه اخیر با احساسی عمیق دست و پنجه نرم کردند که رایج‌ترینشان عدم قطعیت، کارزدگی و کمالگرایی بود. دلایل مختلفی از ساعت‌های کاری فشرده گرفته تا دقت کردن به میزان حقوق دیگران، تلاش مداوم و اتکای دیگران به من. وقتی تمام احساساتمان را در خودمان نگه می‌داریم، در سکوت رنج می‌بریم و فرصت ارتباط با دیگران و برخورداری از حمایتشان را از خود می‌گیریم. ما، لیز و مالی، از تغییر آهسته این شرایط خوشحالیم. در چند سال اخیر افراد مشهوری مانند بد بانی، رپر و نائومی اوساکا، بازیکن تنیس، بی‌پرده درباره مبارزه با اضطراب و افسردگی صحبت کردند.
و شرکت‌هایی مانند لینکدین و بامبل به تمام کارکنانشان مرخصی با حقوق می‌دهند تا با کارزدگی مبارزه کنند. از سال 2020 همه‌گیری باعث شد درباره سلامت روان زیاد صحبت شود. ما به همه توصیه می‌کنیم به این کار ادامه دهند. امیدواریم تا الان متقاعد شده باشید که اشکالی ندارد اگر احساسات عمیقی داشته باشیم. قرار نیست به شما بگوییم فلان حرکت را انجام بده و 4 تا نفس عمیق بکش همه چیز درست میشه و احمق فرضتان کنیم. در عوض راهکارهایی ارائه می‌دهیم که به شما کمک می‌کند تا بتوانید دوباره کنترل و امید را به دست آورید. آن هم هنگامی که شدیداً به آنها احتیاج دارید. گرچه هیچ احساسی معمولاً به تنهایی پدیدار نمی‌شود. اما میان 7 احساس عمیق تمایز قائل می‌شویم. زیرا دانستن نحوه مدیریت هر کدام اهمیت زیادی دارد. بدین ترتیب زمانی که غرق در احساسات باشید بهتر می‌توانید ابزار مناسب را از جعبه ابزار احساساتتان بردارید. روانشناسان تشخیص جزئیات احساسات را دانه دانگی هیجانی می‌نامند که اولین قدم در هدایت و پشت سر گذاشتن احساسات عمیق است. نتایج تحقیقات گسترده نشان می‌دهند که توانایی تعیین دقیق آنچه حس می‌کنیم، آسودگی و سلامت جسمی و میزان رضایت ما را از زندگی بیشتر می‌کند. ما در این کتاب به شما قول می‌دهیم که 7 احساس عمیق دنیای مدرن را با دقت بررسی کنید که این احساسات عدم قطعیت، مقایسه، خشم، کارزدگی، کمالگرایی، درماندگی و پشیمانی هستند. ابزارهایی برای درک بهتر این احساسات به شما ارائه دهیم تا از آنها درس بگیرید و روند بهبودیتان را شروع کنید. به شما کمک می‌کنیم تا به دنبال یک راه حل برای همه مشکلات نگردید و در عوض توصیه‌های مختلفی خواهیم کرد تا بتوانید راه حل‌هایی را بیابید که برایتان مؤثرند. با هدف عادی‌سازی احساسات عمیق تجربه‌هایمان را به تفصیل شرح دهیم و داستان‌های افراد مختلف را با شما در میان بگذاریم. نیروهای ساختاری را بی اهمیت نشماریم. به شما در فهم اهداف احساساتتان و همچنین انتقال مؤثر آنها به دیگران کمک کنید. به شما نیرو ببخشیم تا از افرادی در زندگیتان حمایت کنید که ممکن است با احساسات عمیق درگیر باشند. هدف کتاب این است که برای طیفی وسیع از موقعیت‌ها و افراد مفید باشد، بدون اینکه تأثیر نقش‌ها و هویت‌های اجتماعی را بر احساساتمان بی اهمیت جلوه دهد. ما، لیز و مالی، احساسات و تمایلات عاطفی متفاوتی داریم، اما هر دو زنان سفیدپوست و امریکایی هستیم که در اوایل 30 سالگی به سر میبریم و بیشک نقاط ضعفی داریم. ما تجربه‌های شخصیمان را با داستان‌هایی از مخاطبان مختلف همراه کردیم، با امید اینکه تا جایی که می‌توانیم تجربه‌های بیشتری را بیان کنیم و نشان دهیم عوامل احساسات عمیق بسیار رایج‌تر از چیزی هستند که ممکن است در ابتدا فکرش را بکنیم. امید است نکات و داستان‌های بیان شده در این کتاب متناسب با موقعیتتان باشند و باعث شوند در تجربه احساسات عمیق احساس تنهایی نکنید. تال بن شهار روانشناس می‌نویسد: 2 دسته از مردم احساسات دردناکی مانند اضطراب یا ناامیدی، اندوه و حسادت را تجربه نمی‌کنند: روان آزارها و مردگان. فصل 1: عدم قطعیت. همه چیز عالی است و من خوبم. همه چیز افتضاح است و من خوبم. جری کولونا. لیز: اولین سردردم مثل ضربه پتک بود. با سرگیجه و حالت تهوع به سمت حمام تلو تلو خوردم. 1 هفته بعد دومین سردرد روانه اورژانسم کرد. بعد از آزمایش خون و اسکن‌های پشت سر هم دکترها احتمال بیماری‌های خطرناکی مثل آمبولی ریه و
آوریسم مغزی و تومور رو رد کردند و مشکل من رو جزء معماهای پزشکی اعلام کردند. به دنبال تشخیص بیماری بودن زجرآوره. یکی از همکارهام به هم گفت تا وقتی چیزی برای نگرانی وجود نداره نگران نباش. اما من همیشه خدا نگران بودم. یا احساس میکردم بدترین اتفاقها میفته یا اینکه فکر میکردم بیش از حد گنده‌اش کردم. داشتم میمردم یا هیچی نبود. زندگی ماها به همین منوال گذشت. از این متخصص به اون متخصص میرفتم. متخصص گوش و حلق و بینی و چشم پزشک. یه متخصص مغز و اعصاب 36 واحد بوتاکس توی سر و شانه ها و کمرم تزریق کرد تا جلوی ارسال سیگنال های درد به مغزم رو بگیره. یه چشم پزشک میگفت شاید ماهیچه های اطراف چشمم ملتهب شدن و برام داروهای استروئیدی تجویز کرد که فشار خونم رو خیلی بالا می برد و رنگ گونه هام رو صورتی تیره کرد. بعد از اون یه متخصص داخلی گفت شاید یه نوع میگرن غیر عادی داشته باشم و دوز زیادی از داروی ضد سر به اسم توپیرامات بهم داد. بالاخره صدای تق تق توی سرم آروم شد. اما عوارضی که این دارو برام داشت به همون اندازه بد بودن. بیش از حد احساساتی شده بودم. یک روز بعد از ظهر که توی مترو شیکاگو بودم بدترین حمله عصبی عمرم رو تجربه کردم. به میله سقف چنگ زدم. وقتی درها دوباره باز شدن به سمت ایستگاه مرچند مارت خزیدم و به زور پاهام رو حرکت دادم تا اینکه بالاخره به آپارتمانم برگشتم. بقیه روز رو با ناراحتی و شرمندگی توی تخت گذروندم. صبح که شد قوطی قرص رو توی توالت خالی کردم. داستان توپیرمات همونجا تمام شد. نمیدونستم که قطع کردن ناگهانی دارو ممکنه برای آدم خطرناک باشه. ساعت 4 بعد از ظهر روز بعد ضربان قلبم غیرعادی شد. قبل از اینکه از هوش برم تونستم خودم رو به لابی آپارتمانم برسونم. چشمام رو که باز کردم روی برانکارد توی آمبولانس بودم. چهره یه پرستار رو روبروم دیدم. بهم گفت مادر و پدرم تو راهن. دارم میمیرم؟ چشمام داشت دوباره سیاهی میرفت و احساس میکردم پشت گردنم از ترس گز میکنه. پرستار به خط ناهمواری که روی نمایشگر بود نگاهی انداخت و گفت نمیدونم. خواستم بهش بگم نمیخوام قبل از اینکه مامانم برسه بمیرم. اما دیگه نتونستم دهنم رو تکون بدم. بعد همه جا سیاه شد. استاد تاریخ دانشگاه کلمبیا آدامز توز در آپریل 2020 گفت اکنون دوره عدم قطعیت افراطی است که شدت است از هر چیزی که به آن عادت کرده ایم بسیار بیشتر است. عنوانی در روزنامه نیویورک تایمز در اکتبر همان سال بدین صورت زده شد. ساعت 3 صبح بیدارین؟ ما هم همینطور. در همان سال پرطرفدارترین مقاله های هاروارد بزینس ریو در مورد چگونگی گذر از آشفتگی ها و غم از دست دادن آینده‌ای تضمین شده بود. نسل ما، لیز و مالی که به گفته مجله آتلانتیک نسل گمشده جدید نیز نام دارد، 3 بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته. بیش از 1 سال را در قرنطینه همه‌گیری به سر برده. قصد آتش سوزی ویرانگر کالیفرنیا را به چشم دیده و حتی 401 کی را هم یادگاری می‌داند. چه رسد به حقوق بازنشستگی. ما خودمان را جزء افراد خوششانس می‌دانیم، اما حتی ما هم در بلا تکلیفی غرق شده‌ایم. روانشناسانی که در مورد استرس تحقیق می‌کنند 3 عامل اصلی را برای بروز احساسات بد شناسایی کردند: کنترل نداشتن، پیشبینی ناپذیری و تصور اینکه اوضاع بدتر می‌شود، یا به عبارتی عدم قطعیت. در این فصل عدم قطعیت و احساسی که در آن نهفته است یعنی اضطراب را موشکافی می‌کنیم. بهتر است پیش از اینکه به ادامه مطلب بپردازیم این اصطلاحات را شرح دهیم. اضطراب احساس دلهره‌ای است که به دنبال اطمینان نداشتن از نتایج حاصل می‌شود. وقتی
از نحوه تأثیر نیروهای بزرگتر در زندگی اطمینان نداریم، مضطرب خواهیم شد. ترس وقتی رخ می‌دهد که باور داشته باشیم اتفاق خاصی رخ می‌دهد، مثل توپق زدن در طول یک سخنرانی مهم یا مرگ یکی از عزیزان. با مرور سه افسانه رایج درباره عدم قطعیت و اضطراب برخاسته از آن شروع می‌کنیم و سپس چند راهکار برای یافتن وضعیت یکنواخت، حتی زمانی که وضعیت پایدار وجود ندارد، ارائه می‌دهیم. افسانه‌هایی در باب عدم قطعیت. افسانه اول: اطمینان دستیافتنی است. هفته‌های ابتدایی همه‌گیری همه در خانه‌هایمان پناه می‌گرفتیم و احساس می‌کردیم در دوره بی‌سابقه‌ای از بلا تکلیفی هستیم. فقط ما نبودیم. در مارچ 2020 جستجو در گوگل برای کلمه بی‌سابقه به اوج بی‌سابقه رسید. اما سطح عدم قطعیت در طول بحران موشکی کوبا یا جنگ جهانی اول یا حتی طاعون خیارکی چندان کمتر از میزان کنونی نبود. زندگی ممکن است در یک لحظه تغییر کند. دوست لیز که به مشروبات الکلی لب نمیزد و عاشق کراسفیت بود، در 33 سالگی به دردی شدید در مچ پا دچار شد. 3 هفته بعد فهمیدند که سرطان استخوان دارد و 1 هفته بعد از آن پای راستش را قطع کردند. یا همین لیز بعد از 1 روز کاری خسته کننده تصمیم گرفت در مسیر بازگشت به خانه از سوپرمارکت برکلی بول در همان حوالی خوراکی بخرد. داشت سریع از بخش میوه‌جات و سبزیجات می‌گذشت که با دوست یکی از دوستانش برخورد کرد که یک بار سالها پیش او را دیده بود. آن مرد به لیز پیشنهاد کرد که یک وقتی قهوه‌ای با هم بنوشند. 5 سال بعد با یکدیگر ازدواج کردند. ما معمولاً از توانایی‌مان در پیشبینی آینده بیش از حد مطمئنیم. دانشمندان علوم رفتاری اثبات کردند که ما به چیزهایی که می‌خواهیم رخ دهند بیش از حد خوشبین هستیم. متوجه تغییرات فوری می‌شویم، اما تغییرات طولانی مدت را نادیده می‌گیریم و بر اهمیت اطلاعات جدیدی که با باورهای فعلیمان انطباق دارند بیش از حد تأکید می‌کنیم. اگر واقعاً بخواهید به پاریس سفر کنید، به احتمال زیاد کاهش قیمت بلیط‌های هواپیما را یک نشانه می‌دانید. اما اگر هزینه اقامت هتل شما ناگهان گران شود، شانه‌ای بالا می‌اندازید و بی‌توجه از آن می‌گذرید. شاخص عملکرد متخصصان پیشبینی برای مثال اقتصاددانان و هواشناسان چنان ناامید کننده است که برخی ادعا می‌کنند متخصص بودن در یک چیز باعث می‌شود قدرت پیشبینی‌تان از کارشناس‌های عمومی نیز کمتر باشد. آموزه‌های باستانی آیین بودایی بر این مشکل اساسی تمرکز دارند. پما چودرون معلم بودایی می‌نویسد: ما می‌توانیم با گشتن به دنبال امنیت و قطعیت سعی کنیم چیزهای کنترل ناپذیر را کنترل کنیم، به این امید که همیشه راحت و ایمن باشیم. اما حقیقت این است که هرگز نمی‌توانیم از عدم قطعیت اجتناب کنیم. ندانستن بخشی از ماجراجویی است و این دقیقاً همان چیزی است که ما را مضطرب می‌کند. افسانه دوم: اضطراب دقیقاً نمایانگر خطر است. اغلب میان میزان استرسی که ما در رخدادی اتفاقی احساس می‌کنیم و احتمال وقوع همان اتفاق سازگاری وجود ندارد. در یک آزمایش محققان به گروهی از افراد گفتند شانس اینکه شوک الکتریکی دردناک اما بی خطر رخ دهد 99% است. به گروه دیگر گفتند این احتمال 1% است. در کمال تعجب 2 گروه حاضر بودند تقریباً به مقدار یکسان پول پرداخت کنند تا از شوک جلوگیری شود. به عبارتی احتمال آسیب دیدگی بر اضطرابی که افراد از صدمه دیدن دارند یا بر اینکه چه کاری برای اجتناب از این احتمال انجام می‌دهند تأثیری نداشت. هرچه بیشتر با عدم قطعیت مواجه شویم احساس بدتری خواهیم داشت. وقتی میزان خطر یک تصمیم مشخص نباشد، فعالیت مغز در ناحیه پردازش احساسات افزایش می‌یابد. نتایج تحقیقات نشان می‌دهند ما ترجیح می‌دهیم مطمئن باشیم اتفاق بدی رخ خواهد داد تا اینکه با ابهامات روبرو شویم.
دانشمندان دریافتند میزان استرس افرادی که 50% احتمال دارد به آنها شوک الکتریکی وارد شود 3 برابر کسانی است که 90% احتمال دارد به آنها شوک الکتریکی وارد شود. با این توصیف‌ها 100% مطمئنیم کسانی که درباره عدم قطعیت تحقیق می‌کنند عاشق وارد کردن شوک الکتریکی هستند. اگر بدانیم چه اتفاق بدی قرار است بیفتد می‌توانیم برایش برنامه‌ریزی کنیم. اما وقتی نمی‌دانیم قرار است چه رخ دهد سردرگم می‌شویم. یکی از مخاطبانمان به نام کارمن پس از ترک شغلی که او را به فلاکت کشانده بود به ما گفت خیلی وقت بود میدونستم که باید استعفا بدم، اما خیلی نگران انتخاب‌های بعدی بودم و تا 4 سال ناراحتی رو به تردید ترجیح دادم. دلواپسی در هنگام مواجهه با عدم قطعیت طبیعی است، اما امکان دارد واکنش هیجانیتان با واقعیت تناسبی نداشته باشد. چیزی بدتر از بیخبری نیست، اما شاید بد نباشد اگر به خودتان بگویید اینکه من نگران آینده ام به این معنی نیست که حتما آینده بد باشه. مارسی یکی از مخاطبانمان پیش از عروسیش نمیتوانست بخوابد. او گفت من با تغییر میونه خوبی ندارم و قبل از هر موقعیت مهمی عصبی میشم، اما حالا 25 سال است که ازدواج موفقی کرده و متوجه شده بیخوابی هام به تردیدم راجع به رابطمون ربطی نداشت. افسانه 3 کافی است بیشتر تاب بیاورید. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده تا بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. امیدوارم اگر از این کتاب خوشتون اومده برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.